شیطان ما شما را بسیار فریب میده. شیطان میگه اگه گناه کردی یک بار خود آتش میری که نری جزای تا نبینی امکان نداره. مثل که اکثر افغانا را ببینی همینطور میگن یک دفعه خو میریم میگه اوه استغفر الله و قبول هم کرده که یک دفعه دا آتش بره، قبول هم کرده، باورمندم شده. اگه گناه کردیم چی میگی؟ یک دفعه خو میریم استغفر الله توبه ایران میمانیز میگه یک دفعه خو میریم. بعد از او باز که گناه ما پاک شد داتش با نجات میافیم. این وسوسه شیطان. والله شیطان این مردم گمراه کرده. این آدم دال از گمراه است. چطور تو قبول داری که یک دفعه میری و آتش یک روزه است؟ او را ندیدی، تو نشنیدی، قرآن حدیث نخواندی. الله از آتش چه قسم خبر داده؟